سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با روز سوم چالش 10 روزه زندگی با هوش مصنوعی که این بار راجع به ورزش میخوایم صحبت کنیم. برنامه هوم ورک اوت که اسم فارسیشو الان دارید میبینید، ورزش در خانه، به هوش مصنوعی متصله و من نسخه پولی اون رو به رایگان براتون توی کانال قرار دادم که توی کپشن هم کانال هست و اگه خواستید میتونید واردش بشید و این برنامه رو دانلود کنید. وقتی وارد برنامه میشید، اول از همه از شما جنسیتتون رو میپرسه که ما مرد رو انتخاب میکنیم. توی مرحله بعدی میگه کدوم عضله رو میخواید تمرین بدید که ما کل بدن رو انتخاب میکنیم. توی مرحله بعدی هدف ما رو از ما میخواد که من میزنم که متناسب بمونیم. انگیزه اصلیمون چیه؟ بهبود سلامتی. حالا هر کدوم شما با توجه به نیازتون میتونید انتخاب کنید. هر بار چند تا حرکت شنا میتونید انجام بدید. میخواد از ما توانمون رو بپرسه که من میزنم 5 تا 10 تا که متوسط باشیم. سطح فعالیتمون رو باز میزنم متوسط که شما میگم با توجه به نیاز خودتون بزنید. چند روز در هفته میتونید تمرین کنید. روز اول هفته رو تعیین میکنیم. حالا از ما مشخصات خودمون رو میخواد. وزن رو تعیین میکنیم 85 وزن فعلی. قد رو 190 و وقتی روی دریافت برنامه بزنیم شروع میکنه و فعالیت رو انجام دادن. وضعیت کلی بدنمون رو به همون میگه. چالش و برنامه تمرین که برای ما طراحی کرده رو هم به همون میگه. وقتی شروع رو بزنیم از همین امروز و از همین لحظه میتونیم شروع کنیم و میاد خیلی خوشگل 20. حرکت رو به ما آموزش میده و حتی توضیح میده که چجوری انجام بدیم و توی 15 ثانیه به ما میگه که پرش پروانه انجام بدیم. بعد از اینکه این 15 ثانیه تموم شد 3, از ما سوال 2, میکنه 1. که 20. آیا انجام دادیم یا نه. حالا من نمیخوام فعلا انجام بدم و میایم بیرون، میذاریمش برای بعد. 22. 1. توی صفحه اصلی برنامه به ما میگه که الان تو چه روزی هستیم. چالش هایی که برای ما طراحی کرده رو به ما نمایش میده. میتونیم بریم سراغ تمرین‌های تخصصی شکم، بازو، سینه، پا، هر عضله‌ای که مد نظرمونه. میتونیم انتخاب بکنیم که با تجهیزات یا بدون تجهیزات. هدفمون سوزوندن چربیه. تمرینای زیر 15 دقیقه میخوایم، تمرینای کششی میخوایم، تمرینای گرم کردن میخوایم. دوباره گزینه داره برای خانوما که فقط برای شکل‌دهی و فرم‌دهی باسنه، یا برای آقایون که کاهش چربیه، حتی سوزوندن چربی برای خانوم‌ها، ورزش‌های مبتدی، ورزش‌های انفجاری. تمامی ورزش‌هایی که مد نظر ماست و با توجه به نیاز ما رو برای ما اینجا طراحی کرده و فقط کافیه که ما متناسب با خودمون اونها رو انتخاب بکنیم و انجام بدیم. توضیحات برنامه خیلی طولانیه ولی نیازی نیست، چون برنامه فارسیه و خیلی راحت بعد از نصب میتونید دونه دونه اونا رو انجام بدید. تو قسمت گزارشش هم که برید وضعیت فعلیتون رو نوشته و با توجه به اینکه الان در چه موقعیتی هستید، وزن من سالمه و اهدافی که داریم، میتونید روزانه ببینید چقدر کالری استفاده کردید، چند دقیقه ورزش کردید و چه میزان کالری سوزوندید. امیدوارم از این برنامه استفاده بکنید. باز هم یادآوری میکنم که این برنامه تو کانال تلگرام هست و نسخه پولیش رو میتونید رایگان دانلود کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر کامنت های خوبتون هستم. موفق باشید.